امروز در شهر بیشکک در حاشیه اجلاسیه نوبتی شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان اهنامه امنیتی دسته‌جمعی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سورونبای ژینبکوف ملاقات کردند. در ملاقات مجموعه وسیع مسائل همکاری در سطح دوجانبه و هم در چهارچوب سازمان اهنامه امنیتی دسته‌جمعی مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان با تکیه به پرینسیپ‌های دوستی و همجواری به مسئله توسعه و تحکیم همه جنبه‌های همگرایی با جمهوری قرقیزستان اهمیت مخصوص می‌دهد. جانب‌ها ضمن ملاقات همکاری کشورها را در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی تکنیکی و فرهنگی و گومانیتاری مورد بررسی قرار دادند. در هفته آخر تطبیق توافقات دوجانبه اوید به مسائل مربوط به سرحد دولتی بین دو کشور محاکمه گردید. گفتگوی سودمند همچنین دایر به دیگر مسائل مورد توجه جانبها صورت گرفت.